Hello and welcome to Persian Land. This is Dr. Maede. In today's lesson, we learn questions with آیا. سؤالهای فارسی با آیا و معادل گفتاری آنها. در فارسی نوشتاری از آیا استفاده میشه ولی توی گفتار آیا حذف میشه. پس به خاطر بسپارید که آیا اصلاً در فارسی گفتاری استفاده نمیشه. I had a questionnaire in Persian which included questions with آیا. In addition to my own sentences, I tried to write all its sentences for you in informal form. So now, in some sentences, you can see that both the spoken and the written forms come together. Try to learn the spoken form and compare it with the written form. Look at these examples. کشورتون رو دوست دارین or دارید. کشورتون رو دوست دارین or دارید. The formal form is آیا کشورتان را دوست دارید؟ سارا از شغل جدیدت خبر داره؟ سارا از شغل جدیدت خبر داره؟ خبر داشتن means to know about something. بیرون هوا سرده or بیرون سرده؟ بیرون هوا سرده or سرده؟ The written or formal form is آیا بیرون هوا سرد است؟ اونا برای سفر آماده ان؟ اونا برای سفر آماده ان؟ Look at the formal form. آیا آنها برای سفر آماده هستند؟ آماده بودن means to be ready. گرسنه اید or گرسنه تونه؟ گرسنه اید or گرسنه تونه؟ آیا شما گرسنه هستید؟ گرسنه means hungry. از عنکبوت میترسی؟ از عنکبوت میترسی؟ عنکبوت is spider. تا حالا چیزی دزدیدی؟ تا حالا چیزی دزدیدی؟ دزدیدن means to steal. تا حالا گم شدی؟ تا حالا گم شدی؟ گم شدن means to be lost. تا حالا is like تا به حال. تا حالا با شخص مشهوری ملاقات کردی؟ تا حالا با شخص مشهوری ملاقات کردی؟ شخص مشهور means a famous person. ملاقات کردن means to meet or visit. تا حالا کنسرت رفتی؟ تا حالا کنسرت رفتی؟ آیا تا به حال کنسرت رفته ای؟ آفتاب گرفتن رو دوست دارید؟ or دوست دارین. آفتاب گرفتن رو دوست دارید or دوست دارین. آفتاب گرفتن means to sunbath. حیوان خونگی داری؟ حیوان خونگی داری؟ حیوان خونگی means pet. حیوان is حیوان. به نظر بقیه خوشتیپ هستی؟ به نظر بقیه خوشتیپ هستی؟ خوشتیپ is handsome. به نظر بقیه what other people think. And look at here. We say بقیه in informal Persian but it means دیگران, other people. دیگران, بقیه, they are the same.